سلام برعکس، خیلی خوش برگشتید به ویدیو جدید من از کانال حسین MK. آقا قرار امروز یه اتچمنت رویایی براتون بذارم، برید عشق کنید، برید لذت ببرید، برید کیف کنید. اتچمنت چیه؟ اتچمنت HS وان شات. ببین HS نه، HS وان شات انقدر خوبه، انقدر وان شاته، انقدر فلان بساره، یعنی وان شات نکرد نهایت دو شاته. شما هم یه لطفی بکن در حق من، 10 ثانیه وقت تو بذار، کمتر، لایک کن، سابسکرایب کن. اگه خیلی مرد بزرگی هستی کامنت انگلیسی بذار، انگلیسی هم نذاشتی فدا سرت، اصلا کامنت هم نذاشتی فدا سرت داداش، عشق منی. فقط لایک و سابسکرایب، تموم شد رفت. خیلی مرد و مشتی هستی اگه لایک و کامنت و سابسکرایب کنی، عشق منی دیگه. خلاصه بهتون بگم آقا، اگه شما منو حمایت کنید، مثلا فکرشو بکن، میری کار میکنی، میری مثلا چطوری بهتون بگم، روزانه میری حالا یه کار مثلا بنایی، روزانه میری بنایی میکنی، روزانه یه پولی میگیری، اشتیاقت زیادتر میشه، بیشتر میشه که چی، بری دوباره کار کنی پول بگیری. این هم اینطوری آقا. اگه ببینم شما عشقا حمایت کنید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، هر روز که نه، نهایتا 2 روز یه بار من یه ویدیو قشنگ میذارم. نهایتا مثلا هر روز براتون یه شورت ویدیو قشنگ میذارم. فقط چی، به حمایت های خودتون بستگی داره. انگار که مثلا خودتون میخواید پاشید بریم ویدیو بذارید، لایک کن ویدیو میاد، لایک نکن حالا دیرتر میاد. این چند وقت حمایت خدایی خیلی کم بود داخل لاین ویدیوها. گفتم که یه حمایتی بکنید که براتون بیشتر ویدیو بذارم. حالا شورت ویدیو میذارم، میگم بیاید ببینید، باز شما حالا یکم کم توجهی میکنید. میدونم خلاصه تازه داریم شروع میکنیم، تازه هم کم کم میایم رشد میکنیم. منم نمیخوام از طریق شورت ویدیو کانالمو بیارم بالا که شما عشقا مثلا بیشتر بیاد ویدیوهای طولانی رو ببینید، ویدیوهای کوتاه نبینید که چی، مثلا کانال اونجوری افت میکنه. خودتونم میدونید اونایی که الان مثلا ویدیوهای چی میگن، یادم رفت، ویدیوهای شورت میذارن، وقتی که لاین میذارن ویو پایین، اصلا افسرده میشدن. منم میخوام که کانالم ربط داده شه به لاین ویدیو، و اگه شورت ویدیویی هم گذاشتم یه چی میگن متصل کنم بهم، یه تبلیغی کنم که شما بیاد اونو ببینید. وگرنه من شورت ویدیو زیاد نمیخواستم بذارم که شما اگه حمایت کنید دیگه شایدم دیلی ویدیو بذاریم حاجی، شاید دیلی ویدیو بذاریم که چی، شما بیاید نگاه کنید لذتشو ببرید حاجی. اتچمنت 117 هم گذاشتم، میخوام یه ویدیو دیگه هم راجبش بگیرم که چیه، راجب همین 117 است. آره دیگه، این سیزن اتچمنتی که گذاشتم بخواد ویدیو قبلی رو ببینید. اتچمنت واسه این سیزن دیگه خوب نیست، یکم یه کوچولو لگد داره، نگاه کن. گوشی داشتن همینه دیگه، حتی آیپد هم اینطوری میشه فکر کنم، نمیدونم، آیپد نداشتیم که ببینید. داشتم میگفتم ویدیوی قبلی رو ببینید، روش 117 مشتی و مولایی گذاشتیم که واسه اون سیزن و سیزن قبل و سیزن قبل ترش، یعنی واسه 3 سیزن قبل خیلی خوب بود. ولی این سیزن که تستش کردم یکم چی ریکویل داشت، یکم لگد داشت. به خاطر همین رفیق گلم دستش درد نکنه با هم گشتیم اینا، با هم کنم، من داشتم میگشتم یا اون دیگه گفت یه اتچمنت پیدا کردم واسه 117، اگه لگد داشت به من فوش بگیر. دیگه من گرفتم اتچمنتشو، رفتم تستشم کردم، اتچمنتش خیلی خوب بود، راضی بودم. ولی یه اشکالی که داره چی میگن، دوربین نداره. و 117 هم باید دوربین داشته باشه بخوای دور بزنی، یا این که دیگه آیپد داشته باشی عشقشو ببری، لذتشو ببری. ولی نه، جدی باید یه دوربین میداشت که من گرفتم. حالا اتچمنتش رو تغییر دادم، یه دونه اتچمنتش برداشتم که بتونم دوربین بزنم. حالا نمیگم چی برداشتم که ویدیو جدید رو ببینید میفهمید خودتون. داشتم میگفتم دوربین گذاشتم روش، یه ذره دوباره لگد گرفت. این دفعه ریکویل نه، لگد بالا پایینی داشت که یه ذره زده شدم ازش. ولی من داخل ویدیوی بعدی 2 تا اتچمنت ها رو میذارم که داشته باشید دیگه، هر 2 تا اتچمنت رو داشته باشید. شاید یکی دلش میخواد با دوربین بازی کنه، حالا یه کوچولو لگد براش مهم نباشه، شاید هم یکی میخواد بدون لگد بازی کنه براش مهمه. ولی
به من هم بدون لگدشو میتونم بازی کنم، ولی چی میگم بدون دوربین واقعا نمیشه. دوربین باید روش چی باش. آره انقدر ولی گفتن فکر کنم ویدیو کلا ولی آقا لایک کنید دیگه، شما هم یه لایک کنید، یه حمایت کنید. ما هر روز که نه هر 2-3 روز یه بار این ویدیو بذاریم، هر چند وقت یه بار ویدیو بذاریم، شورت ویدیو بذاریم. ساب کنید یکم به 50 تایی 100 تایی برسیم. داداش عشق منی برادر، فدات شم. دیگه چی بهتون بگم آقا، یه اتچمنت چیدم، اتچمنت کلینگ 6 M13 خودم میچینم آجی. پسرم من گفت همین امروزم گفت بیا یه چیز کنم برام، یه اتچمنت M13 میخوام که هم نزدیک زن باشه هم دور زن باشه. یعنی گفت چه گانی به نظرت خوبه که هم مثلا نزدیک زن باشه هم دور زن؟ گفتم 117 خوبه، نمیدونم تایپ 19 خوبه، M13 خوبه. اونم فن M13 یه جورایی. گفت خب یه M13 داری من بدی؟ گفتم همین الان برات میچینم. همین الان همون موقع براش چیدم. حالا یه ذره نگاه کردم چی به چیه، چجوری ظاهری که یعنی مثلا چطوری بهتون بگم، یادم رفت این ریت آف فایرشو، دمیجشو، موبایلیتی اینا رو منظورم یکم دستکاری کردم که واسه نزدیک زن خیلی خوب باید باشه دیگه. فایر ریت مهم نیست داخل نزدیک زن، اینو بهتون بگم. فایر ریت هرچی نزدیک یعنی بیشتر باشه بهتره، ولی داخل نزدیک زن مهم نیست، داخل دور زن مهمه. چرا میگم داخل دور زن مهمه؟ چون دور زن ها معمولا اسنایپر هم، معمولا مثلا رایفل گاد دارن که از دور دارن میزننتون دیگه. اگر ریت آف فایر بالا باشه باعث دیدی مثلا میخوای اسنایپ کنی یارو تیرت میزنه با اسکوپت میره بالاتر. اگر ریت آف فایر اینجوری بالا باشه هر گانی که از دور دستت باشه هی اسکوپش میره بالا، نمیتونه تو رو بزنه و تو راحت میتونی اونو بزنی. آره بخاطر همین میگم باید ریت آف فایرش از دور خوب باشه. بخاطر همین گفت میخوام بیشتر نزدیک زن باش بزنم، حالا دور زنم داشته باشه دیگه. مثلا چون گان دومشو میخواست چی بزنه، میخواست اسمارس بزنه، گفت یه گانی میخوام که نزدیکم بتونه ساپورت بده، دورم بتونه ساپورت بده دیگه. من اینو چیدم براش. حالا ویدیو شاید بذارم شاید نذارم، شاید داخل ویدیوها بذارم مثلا بینشون قاطی بذارم، یا شاید یه ویدیو اختصاصی جدا براش بسازم. یکم از این ویدیو براتون بگم آقا، اتچمنت خدا اتچمنت نگاه تمام شد. درست باته آقا، درسته، من نمیگم انمی زدم خیلی خفنم. منظور من چیه؟ منظور من اینه که نگاه کن خدای نگاه کیل خور 2 شات کرد، چه فاصله؟ یا فاصله مثلا 20 متری اینا. من نمیگم باته یارو، نمیگم انمی زدم چون باته من وان شاتش کردم، هیچ ربطی نداره. اینا دیگه این فاصله 100% وان شات دیگه. خب مهم فاصله است، مهم با تو انمی بودنش نیست. اینجا اومدم سریع این همین گانه رو میگم کلینگ 6. من نمیدونم چرا به کلینگ 6 میگم کلینگ، خیلی به زبونم کلینگ میچرخه یعنی. اینم کلینگ 6 هم خیلی خوبه، نگاه کنید. اینم خودم میچیدم آقا، شاید باورتون نشه ولی به خدا خودم میچیدم. یه اتچمنت چیدنم خدا شده، حالا ادعا ندارم ولی خب بدشیش آقا. بازم میگم مطمئنم اینجا نگاه ببین چه فراری کردم آجی. داشتم میگفتم بازم بهتون میگم حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، خیلی حمایت بزرگیه آقا. مطمئنم خسته شدید انقدر گفتم ولی خواهشاً تا تهش ویدیو رو آجی شات آخر رو نگاه. ببین شات آخر رو نگاه، شات آخر اصلا یه دنیای دیگه است خودش. نگاه لوچ بازی های حسین، ولی نه شات آخر رو ناموسن چی نگاه کن. یه فراری کردم ولی گفتم پشیمون شدم برگشتم. یه حالا اسپویل نمیکنم نگاه کنم. داشتم میگفتم یادم نیست. آها این کلینگ 6 اتچمنتشو خودم چیدم دیگه. لگد داره ولی کلینگ 6 کلا لگد داره خب، ولی ازش راضی بودم. دمیجش بالاه، مثلا ریت آف فایرش بد نیست، خوبه. کلینگ 6 گانیه که با این که لگد داره ولی بازم میزنه. مثلا
بعضی گانا مثل 47 AK 47 لگت داره نمیتونه زیاد خوب بزنه، ولی اینجا نگاه پتیو پتیو. تمام. خیلی ممنون که تماشا کردی. فعلا پیس اوت.